روز گذشته با مقصد اجرا نمودن امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان در دایره نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جبار رسولوف در تالار قصر فرهنگ ناحیه فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادات خلق اندلیب 2023 برگزار گردید. فستیوال آزمون مذکور از روی 12 نمونه گذرانده شده. آن پهلوهای گوناگون صنعت را از آن جمله صنعت موسیقی، تئاتر، رقص و سرایندگی و نوازندگی را فرا گرفته. مسئولین بخش فرهنگ ناحیه کوشش نمودند که همه شرط‌های آزمون در سطح بلند تشکیل و گذرانده شود. هدف برگزاری این فستیوال آزمون از احیای هنرهای مردمی، احیای صنعت موسیقی ملی، احیای زنده کردن ایجادات خلق و تشویق و ترغیب همه گونه ژانرهای صنعت موسیقی تاجیک می باشد و خوشبختانه امروز در ناحیه جبار رسولوف هوسکاران خیلی زیادی وجود دارند، هنرمندان خیلی زیادی هستند که در تمام ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه کار و فعالیت میبرند و برگزاری این فستیوال آزمون امکانیت میدهد که استعدادهای نو روی صحنه آیند و هنر و صنعت آنها رواج و رونق یابد و البته تشویق و ترغیب صنعت ملی نیاگانمان، هنرهای مردمی، عنعنه‌های مردمی و در مجموع رشد ساحه فرهنگ را تشکیل می‌دهد. با مقصد تربیت معنوی شهروندان بخصوص نسل نو در راهی خویشتن‌شناسی، وطن‌دوستی، افتخار ملی، ارزگذاری و میراث پرغناوت فرهنگ ملی طبق نشانداد بند 14 نقشه چهاربینی‌های برنامه دولتی حفظ میراث غیرمادی فرهنگی خلق تاجیک برای سالهای 2021-2025 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده است، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در همکاری با کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اتفاق هنرمندان تاجیکستان با اشتراک دسته‌های هوسکاران صنعت شهر و ناحیه‌های مملکت فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادات خلق اندلیب 2023 را برگزار نموده ایستادند. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت از جانب کارمندان ساحه فرهنگ، اهل هنر و ایجاد با مقصد اشتراک فعالانه و پیشنهاد نمودن انمی برنامه آماده نمودهشان چهاربینی‌ها آغاز گردیدند و تا امروز در شهر و ناحیه‌های مسچاه، کنیبادام، سپیتامین، جبار رسولوف، دیوشتیج، استراوشان هیئتی بانوزی حکمان اصحابی متخصصان ورزیده ساحه صنعت و هنر از روی برنامه‌ای که در اساس نظامنامه معین گردیده است نتیجه برداری نمودند و باعث ذکر است که اهل هنر و ایجاد از روی امکانیت‌های موجود کوشش به خرج دادند که برای در سطح بلندی تشکیلی و فرهنگی برگزار نمودنی همین دوری شهری و ناحیوی فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی اندلیب سهمگذار گردیده باشند. آزمون مذکور خوب و خاطرمند دایر گردیده اعضای حکمان به هنرنمایی هر یک اشتراکچی دقت مخصوص روانه نموده در اساس خالهای به دست آورده غالبان برای اشتراک در دوری نوبتی امکان پیدا نمودند.